اصطلاح متغیرهای برنامه هات رو اولین بار آقای کرامر ابداع کردن، یکی از پیشگامان علم تمرین بدنسازی و تمرینات مقاومتی. بهش میگن متغیرهای برنامه هات. چند تا فاکتوری هست که ما میخوایم برنامه بنویسیم، باید خب اینا رو بچینیم و تنظیم بکنیم. ممنون میشم رد کنید. بعدی بیشتر. خب قبلی. متغیرهای برنامه هات. اولیش انتخاب حرکاته. شما بیا بگو مثلا 20 ست بزن، 12 تکرار، 8 تکرار، 30 ثانیه استراحت کن، همه اینا رو بچین. وقتی از اول اصلا حرکت رو اشتباه انتخاب کردی، حالا بسته به نوع آسیب، بستگی به سابقه تمرین، بسته به نقاط ضعف و قدرت، اصلا کل داستان خراب میشه دیگه. خشت اوله کج بذارید اصلا کل برنامه به هم میریزه. پس انتخاب حرکات بسیار مهمه. بعد میریم چینش اون حرکات. خب من برای برنامه پایین تنه خانم یا آقا مثلا 4 سر ران پشت ران تو یک برنامه مثلا 5 حرکت گذاشتم. اینجا برای فردی که پشت ران ضعیفه، همسترینگش ضعیفه، اولویت حرکات فرق میکنه. اصل اولویت دهی رو ما باید به اصطلاح در نظر بگیریم. ممکنه من تمرینش رو با همسترینگ شروع کنم، میشه چینش یا ترتیب اجرای حرکات. نه اینکه همیشه دیگه این تا ابد باید اول همسترینگ بزنه، ولی اولویت دهی میکنیم در اکثر برنامه‌هاش. یا تعداد حرکات بیشتری رو برای اون قسمتی که ضعیف‌تر انتخاب میکنیم. یا یه آسیبی داره، قبلا آسیب کمر داشته، زانو داشته، خب من میام با حرکاتی شروع میکنم یه خورده 4 سرش خسته بشه، اگر قرار اسکوات بره با وزنه سبکتری به همون ناتوانی برسه، فشار مفصلی رو کم میکنم. پس این هم در راستای اون اصل ویژگی و تفاوت‌های فردی تو تنظیم برنامه لحاظ میکنم. تعداد ست ها. خب مرسی. بعضی وقتا حالا تو تحقیقات علمی جدیدن یه تحقیق اومده بود میگه تا 40 ست هم مثلا تا یه جایی مثلا تو بعضی از افراد جواب داده. 40 ست تمرین در هفته. اینا یه خورده عجیب غریبه، نمیشه در عمل پیادش کرد یا برای همه عضلات. اون سویت اسپات یا دامنه مطلوبی که الان برای تعداد ست تمرین با وزنه برای یک عضله در هفته گفته میشه بین 10 تا 20 سته. حالا بعضی وقتا من میبینم بیشتر، حالا توی متاسفانه مربیای بانوان 20 حرکت 3 ستی توی یه روزه، 60 ست، 50 ست. در صورتی که شما واقعا اگر خوب تمرین کنی، مثلا اگه تمرین پا باشه 20-25 ست تمرین کار هر کسی نیست اگر کیفیت داشته باشه. بالاتنه هم باشه باز حالا شما بذار 30 ست نه 35 ست، مثال میگم. و بعد میپرسی میگه نه این چون از تمرین میزنن میدزدن، استراحت زیاد میکنن، حرف میزنن، من زیاد مینویسم. جانک سته، یعنی که بی کیفیته. 10 الی 20 ست. حالا تو بحث تفاوت‌های فردی ممکنه برای یه مبتدی برای یک عضله‌اش در هفته مثلا 3 ست تمرینم بذاری، 3 ست الی 6 ست. ولی برای پیشرفته بری بالای 10 ست، بالای 15 ست، گاهی 20 ست. بعد آیا این 20 ست رو باید برای تمام گروه‌های عضلانیش بذاری؟ این فرد خب ممکنه مثلا یه عضله‌اش ضعیف‌تر باشه، یه عضله‌اش قوی‌تر باشه. شما باید اگر برای عضله ضعیفش وقت بیشتری میذارید از جای دیگه جبران کنید. قرار نیست مثلا 7-8 تا گروه عضلانی رو 20 ست تمرین بده، در هفته 160 ست، 170 ست، 180 ست تمرین کنه. باید شخصی سازی بشه. یه عضله‌ای که ضعیفه تعداد ست بیشتر یا اولویت دهی بهش میکنیم. عضله‌ای که قوی تره در حد نگهداری. چون برای ما به عنوان کسی که دنبال فیتنس و تناسب اندام هست، بالانس خیلی مهمه. بالانس بالا و پایین تنه، حتی بالانس چپ و راست بدن، اون میره تو بحث قرینگی، حالا بحث دیگه است. بالانس جلو بازو پشت بازو، بالانس 4 سر ران پشت ران، حتی از نظر سلامت مفصل، نه فقط زیبایی. خب عضلات دو طرف مفصل باید یک بالانس قدرتی داشته باشن. طرف میاد سینه میره، سینه میره، سینه میره، حالا بیشتر تو آقایون از عضلات پشت غافل میشه. هم اون پاسچر حالت بدنش به هم میریزه، هم ریسک آسیبش تو ناحیه مفاصل شانه بیشتر میشه.